کونوا دعاة للناس به غیر السنتکم. نه اهل علم، شما هم که اهل علم نیستی باید در محیط خانه یه جوری باشی که زن بچت به دین قرص بشن. شما نماز دیگه قضا بشه اونا بیدین میشن، شما دیگه نباید نماز قضا بشه. شما زود پاشی که اونا پاشن پیش از آفتاب. وقتی شما تیغ آفتاب نماز میخونی اون آفتاب زده پا میشه. شما اگه نماز شب بخونی زن بچه اول از اون نماز صبح میخونن. اگه شما اول از اون نماز صبح بخونی اونا نیم ساعت بعد میخونن. اگر شما نیم ساعت بعد بخونی اونا یه ساعت بعد میخونن. اگه شما یه ساعت بعد از آن بخونی اونا تیغ آفتاب میخونن. اگه شما تیغ آفتاب بخونی اونا بیدین میشن و نمازشون قضا میشه و به دینشون شغل میشه. باید شما عملتون کونوا دعاة للناس به غیر السنتکم، با غیر زبان مردم رو دعوت کنید یا با زبون به زن بچه‌شون میگن نماز بخون، نماز بخون، خودت بخون. نماز شب که خوندی اون نماز خون میشه خودش. وقتی میبینی شما پیش از اون پا میشی وضو میگیری نماز شب میخونی اون قهرن خودش نماز خون میشه.